اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام عرض می کنم خدمت مخاطبین محترم مجموعه مجازی ایستگاه صلواتی نوین، ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز از دوست خوبمون که قرار هست به جمع ما ملحق بشه و سوالش رو بپرسه دعوت میکنم که بیاد و خودش رو معرفی کنه تا ما بیشتر با او آشنا بشیم. سلام حاج آقا، من اسمم سامان هست و در مقطع دبیرستان درس میخونم و امسال پشت کنکوری هستم. سوالی برام پیش اومده بود که گفتم بیام به شما بگم. سلام آقا سامان، از تو ممنونم که مجموعه مجازی ما رو برای شنیدن پاسخ به سوال خودت انتخاب کردی و امیدوارم که بتونم به خوبی جواب سوالت رو بدم. حاج آقا، چرا حضرت علی برای گرفتن حکومت اونقدر تلاش میکردند و حضرت فاطمه رو به خونه اهالی مدینه برای گرفتن بیعت میبردند، در حالی که ایشون در جای دیگری گفتند که نسبت به حکومت بیمیل بودند؟ پس این همه تلاش برای چی بود؟ سوال خوبی رو در این ایام فاطمیه پرسیدی. حالا این 3 موردی رو که برای شما عرض می کنم گوش کن تا به جواب سوالت برسی. اولا مسئله خلافت و ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، بیش از اون که یک حق باشه یه مسئولیت و وظیفه الهی بر عهده اون حضرت بوده و باید تمام تلاش خودش رو در راه ادای وظیفه و مسئولیت الهی انجام میدادند. در مرحله دوم مسئله ولایت و خلافت بعد از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، بیش از اون که حقی برای امیرالمؤمنین علیه السلام باشه حقی برای امت اسلامی بوده و هست و این مردم بودن که باید دور امام رو میگرفتن و ازش حمایت میکردن و امامی رو که خدا برای اونها انتخاب کرده بود رو تنها نمیگذاشتن. در آخر اگر حضرت علی علیه السلام برای گرفتن حق خودش قیام و تلاش نمی‌کرد، حجت برای مردم تمام نمی‌شد و اگر روز قیامت خداوند متعال از امت و خواص جامعه سوال می‌کرد و میگفت که چرا حق امیرالمؤمنین رو دفاع نکردید و گذاشتید که مسیر جامعه به انحطاط و انحراف بره، همگی میگفتن که خداوندا امام علی که قیام نکرد، مطالبه حق خودش رو نکرد که ما او رو یاری کنیم و از حقش دفاع کنیم. امام علی علیه السلام با این کارشون بهانه رو از دست اونها گرفت. جواب سوالم رسیدم. باز هم اگر سوالی بود دوباره از شما میپرسم و فعلا از پیش شما میرم. خداحافظ. تشکر میکنم از شما دوست عزیزم به خاطر سوالی که پرسیدی و از تمام مخاطبان مجموعه مجازی ایستگاه صلواتی نوین که تا آخر این پرسش و پاسخ با ما همراه بودند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.